قسمت 18. یونس صاحب چند روز پیش یک دوستم از من سوال جالب کرد. بفرمایین داود جان، چی سوال کرد؟ او گفت شما مسیحیان مراسم مذهبی دارین؟ شما به او چی جواب دادین؟ یونس صاحب من تا حد به او جواب دادم. فکر میکنم که شاید بسیار دوستای دیگه در این باره سوال داشته باشن. اگه موافق باشین امروز درباره این موضوع صحبت کنیم. فکر میکنم منظورتان از مراسم مذهبی روزانه چند مرتبه در اوقات معین به حضور خدا در یک جای مشخص، در حالی که روی انسان باید به یک جهت مشخص باشه، و یا در طول عمر یک مرتبه به جای معین مثل حج به فلسطین رفتن و مثل این چیزاست. بله، شما منظور مرا خوب درک کردین. او دوستی که از من سوال کرد منظور وام امی بود. داود جان، چون مراسم مذهبی مسیحیان از چند لحاظ با مراسم مذهبی پیروای مذاهب دیگه فرق داره، از این خاطر بعضی مردم فکر میکنن که مسیحیان اصلا مراسم مذهبی ندارن. الان که ما مسیحیان برای عبادت و پرستش خداوند به کلیسا میریم. بله داود جان، شما درست گفتین، اما یک نکته را باید در شروع صحبت خود واضح بسازیم که منظور مسیحیان از عبادت و مراسم مذهبی برای به دست آوردن نجات و بخشش گناهان نیست. شاید دوستان ما بپرسن که پس مقصد عبادت شما مسیحا چیست؟ داود جان، ما عقیده داریم که نمیتوان نجات به وسیله اعمال نیک خود حاصل کنیم و از گناه خود پاک بسازیم، بلکه این بخشش و نجات رایگان از طرف خدا به ما بخشیده میشه، البته به شرطی که ما به مسیح ایمان بیاریم. منظورتان است که مسیح تاوان گناه و نافرمانی ما را با قربانی خود بر روی صلیب پرداخت. وقتی که ما به او ایمان میاریم گناهان ما بخشیده میشه. البته این بخشش رایگان است که از طرف خدا به هر کسی که بخواهد میسر است، نه به ای که ما مراسم مخصوص و یا اعمال نیک انجام بدیم و خدا در بدل او گناهان ما را ببخشه و در نزد خدا رستگار شویم. بله، ما عبادت میکنیم نه به منظوری که خدا کار نیک ما را با گناهان ما محاسبه کنه، بلکه ما به خاطر خدا را عبادت میکنیم که از محبت او و از نجات رایگانی که به ما میسر ساخته قدردانی کنیم. اگر خدا در مقابل عمل نیک ما را ببخشه و نجات بده، این شکل یک معامله را داره، مثل که ما در بدل کار و یا زحمت خود چیزی را به دست بیاریم. پس کجا شد محبت خداوندی خدا؟ اکثرا کسایی که از این طریق در تلاش نجات هستند بسیار مغرور و خودخواه میشن. فریسی های زمان عیسی مسیح به یادتان برین. فریسی ها و اشخاص شدیداً مذهبی یهودی بودند که میخواستند ذره ذره احکام شریعت موسی را بر خود تطبیق کنند تا از این طریق زمینه نجات خود میسر بسازند. اونا هر قدر در این راه پیش رفتن و تاکید کردن، به همو اندازه هم از خدا و هم از مردم عادی دور شدن. از خدا به خاطر دور شدن که میگفتن او خدا، من تمام قوانین تو را به خود تطبیق میکنم، تو باید از من خوش باشی. و از مردم عادی به خاطر دور شدن که به اعمال خود بسیار فخر میکردن و مردم عادی را ناپاک میدانستن، حتی نمیخواستن که آنها به نوک چپنشان تماس حاصل کنند. یونس صاحب، توضیح شما کاملا دقیق است. در انجیل مقدس میخوانیم که عیسی مسیح به کسایی که به نیکی خود زیاد مغرور بودند قصه کرده گفت 2 نفر برای دعا به خانه خدا رفتند. یکی فریسی و دیگر جزیه‌گیر بود. آن فریسی استاد و با خود دعا کرده گفت ای خدا، تو را شکر میکنم که مانند دیگران حریص و نادرست و زناکار و یا مانند این جزیه‌گیر نیستم. هفته 2 بار روزه میگیرم، 10 همه چیزایی که به دست میآورم میدهم. اما آن جزیه‌گیر دور استاده و جرأت نگاه کردن به طرف آسمان را نداشت، بلکه به سینه خود میزد و میگفت ای خدا، به من گناهکار دلسوزی کن. بدانید که این جزیه‌گیر بخشوده شد، به خانه رفت و نه آن دیگره. هر کی خود را بزرگ نماید خوار خواهد شد و هر کی خود را خرد سازد سرافراز خواهد شد. داود جان، تشکر از توضیحی که دادی. قابل تشکر نیست یونس صاحب. ما گفتیم که مسیحیان عبادت میکنن و این عبادت برای قدردانی کردن از محبت و نجات رایگان است که خدا برای ما میسر ساخته است. یونس صاحب، حالا اگر درباره طرز عبادت مسیحیان معلومات بدین؟ داود جان، عیسی مسیح به پیروان خود دعاهای خاص را تعلیم نداده.
و هم این تعلیم نداده که ما مجبور باشیم هر روز در وقتهای معین و خاص و روی خود به یک طرف خاص بگردانیم و دعاهای خود بخوانیم و نه به ما امر کرده که دعاهای به زبان عبرانی و یا کدام زبان دیگر را ورد کنیم و یا در وقتهای معین بخوانیم. پس شاید بر دوستای ما سوال پیدا شود که شما مسیحیان چه قسم عبادت میکنین و در عبادت خود چی میخوانین و چی میکنین؟ داود جان وقتی که شخصی به کفاره عیسی مسیح بر گناهان خود ایمان میاره او نجات پیدا میکنه و فرزند روحانی خدا میشه. وقتی که او فرزند روحانی خدا شد طبعا خدا پدر روحانیش است. عیسی مسیح به پیروان خود امر کرد مثل که یک فرزند هر وقت و در هر جا که دلش بخواه میتونه به حضور پدر خود حاضر شوه و با او صحبت کنه، به همین شکل ما هم میتونیم به حضور خدا هر وقت و در هر جایی که دل ما بخواه حاضر شویم و با زبان مادری خود به او صحبت کنیم. دعا صحبت کردن و یا سخن گفتن با خداست. مثلا ما میتونیم به خدا که پدر آسمانی ماست به این شکل دعا کنیم: ای پدر آسمانی ما، از تو به خاطر نجات رایگانه که برای ما میسر ساختی تشکر میکنیم. خداوندا به مردم و کشور عزیز ما رحم کو و آرامش و صلح دوباره در اوجا برقرار بساز. آمین. بله داود جان، در حقیقت شکل و طریقه دعا که به کدام زبان به خدا میکنیم زیاد مهم نیست. مهمترین مسئله است که خدا را از دل با خوشی و با صمیمیت و با تمام فکر و قلب خود عبادت کنیم. با زبانی با خدا صحبت کنیم که بتانیم خواست دل خدا و احساسات خدا به او بیان کنیم و نشان بدیم. یونس صاحب، من هر وقت که به خدا به زبان خود ما دعا میکنم از برکات و محبت او سپاسگزاری میکنم و ضروریات خود از خود تا بزرگ به او بیان میکنم، بسیار احساس آرامش پیدا میکنم. این کاملا حقیقت است. ما به این ایمان داریم که خدا دعاهای ما را میشنوه و به او جواب لازم هم میده. داود جان، یک کمی به جزئیات در مورد شکل عبادت مسیحی بگوییم. ما وقتی که با ایمانداران دیگر برای عبادت جمع میشیم، کسی که جلسه عبادت رهبری میکنه در اول به همه خوش آمدید میگه و با دعا جلسه عبادت شروع میکنه و بعد برای پرستش خداوند سرودهای روحانی با خوشی و با موزیک خوانده میشه. برای موضوعات لازم و برکات دعا میشه. کسی که از کلام خدا تعلیم میده او تعلیم میده و از کلام خدا خوانده میشه و با سرود و دعا جلسه به پایان میرسه. بعد از جلسه با هم صحبت میکنیم و از احوال یکدیگر با خبر میشیم. بر علاوه ای که ما در محفل عبادت و یا در جلسات کلیسا دعا میکنیم، در خانه با خانواده و فامیل خودم دعا میکنیم و از کلام خدا میخوانیم. حتی در وقت کار و مصروفیات جریان سفر هم میتونیم خاموشانه به حضور خدا دعا کنیم. یعنی هیچ قید و بندی برای وقت و جای و شکل پوشیدن لباس و غیره برای حاضر شدن به حضور خدا مطرح نیست. در هر وقت میتونیم با خدا که پدر آسمانی ما سخن بگوییم، یعنی دعا کنیم. ما در دعاهای خود از خدا به خاطر نعماتش سپاس میگیم، به مریضا دعا میکنیم، از خدا به خاطر گناهان خود طلب بخشش میکنیم، برای رهبران حکومت و دولت و صلح جهانی دعا میکنیم. به نظر ما مهمترین مسئله برای حاضر شدن به حضور خدا پاکی دل و صداقت و راستی است که ما بخواهیم از دل خداوند خدا عبادت و پرستش کنیم، نه ای که بیرون و یا ظاهر خدا پاک بسازیم اما در دل به خدا راست نباشیم. دیگه ای که چون عیسی مسیح در روز یک شنبه قیام کرد، یعنی دوباره زنده شد، روز یک شنبه برای ما مسیحیان مقدس است و جلسات عبادتی کلیسا اکثرا در روز یک شنبه برگزار میشه، اما این حتمی نیست. همه روزای خداوند است. ما میتونیم که در تمام روزهای هفته در هر ساعتی که بر ما مناسب باشه جلسات عبادت داشته باشیم.